دوستان عزیز پیچو داره در میاره دوستمون، همون پیچی که بریده بود. الان داریم جوش تراشش میکنیم، میخوایم درش بیاریم. اونجا که میبینیم دوستان که خیلی جاش بد دسته و دوست تراشکارمون داره درش میاره. و همونجور که گفتم این در اصل بس ترسلندش استانداردش باید باز بشه بیاد بیرون، اما به خاطر اینکه خرجش کمتر بشه ما درجا میخوام درش بیاریم. فعلا موقتا خداحافظ.